دوستان روز عید پروبکا، روز عید اند پروبکا. روز عید رمضان در جماعت مسجد سامانیان با کوچه بتون بند شده است و جای گذشتن نیست. میتی مسجد چی گفتنی؟ گفتنی هم معلمی مسجد را تغییر کنم با این میلشون ولی فرسان لستم از مسجد تا خجان، از خجان تا استراشان هر گوشه کنار باشه از معلمی مسجد همون سلام ایدشان تبریک شده. این مثل هر وقت همون خیر گیرندگان السلام عليكم. ما تشخيصي انا بود باينه اشتاتيف نكي خشروسي يوم عيداتهم مبارك باشه. مناسبه عیدام مبارک. هنوز مردم هم به سوی نماز عید آمدند. علیکم السلام. عیداتون مبارک. بگی خدا خواهد عیدان مبارک. به مرحمت نه عیداتون مبارک. که همون دیر کردم همونجا پشت اهل جامعه ما را خداوند نجات بدهد. پروردگار این جماعت ما را جماعت دیگر دارد که خداوند از همه ما و شما راضی باشد. الهی آن کن پایان کار خوشنو باشید و ما را سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند از شما از أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعت، این یک ماهی که سپرش در این ماه اعلا برادران خیر سخاوت کردند. همه شما از برای رضایی خداوند عبادت کردید، حضور نماز کردید. انشاءالله این اجر خیلی زیاد دارد و ما شکر خدا میکنیم که ما را به این روز عید آورده رسانید. از این فرصت استفاده برده من هم از نام همین نمازگزاران این مسجد و محترم مهمان عزیز و ریاست حکومت ناحیه، خصوصا در رئیس ناحیه علیزاده اعظم نوروز، تبریک صمیمانه خود
انتظار رسانیده و همه ایشان برای خدمت‌های شایسته‌شان از درگاه خداوندی سعادتمندی آبادی خانه و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم و از همین فرصت استفاده برده و همه آموزگاران که دائم در خدمت حق هستند، آنها برای ما و شما استاد هستند و همه آموزگاران و همه کارمندان ساحلی که از جمله به همه کارمندان مرکز تشخیصی تفاوتی سینا و به همه جوانان سخاوت کشه که در این ماه مبارک دست یتیمان، دست معیوبان و چندین پول مال برای آنها ایثار کردند و دریابی کردند و به همه کارمندان شعبه کارهای داخلی و امنیت ناحیه اظهار تشکر میکنم که در این روزها برای تامین امنیت نمادگزاران خدمتگزاری کرده ایستادند. پروردگار به اینها اجر پاداش بی اندازه دهد و چه مراد مقصدی میگذارند پروردگار به مراد مقصد برساندشان. برادر عزیز، چون ما در یک سال 2 مراتبه نماز جمعی داریم، در همین از ماه رمضان گذشته تا به این روز 1 سال زیاده می شود. البته یک مدت طولانی است و نماز مغفرت ما بعضا برایش فراموش میکنیم. برای همین هم بار دیگر قسم ها یک مراتب دیگر نسبت تکرار میکنیم. حد گزاریدن نماز عید سعید فطر همین است که امام با همراهی امام نیت میکنید، یعنی نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز عید رمضان که با جمله تکبیراتش واجب همین وقت است. روی آوردن به قبله به جهت کعبه اختیار کردن به امام حاضر ایستاده گفته الله اکبر گفته امام دست به گوش میرساند و دستها را سر میکرد. این مراتب هم الله اکبر گفته دستها را میبرداریم، دستها را سر میدیم و سومین مراتب الله اکبر گفته دست به تحریمه میبندیم. امام سوره فاتحه و ضم سوره میکنه. بعد از آن رکوع سجود میکنیم و در رکعت دوم اول سوره فاتحه خوانده میشود. بعد از آن ضم سوره کرده میشود. بعد از آن 3 مراتب دیگر الله اکبر الله اکبر الله اکبر گفته در 4 مراتبه الله اکبر گفته با رکوع سجود میرویم. بعد از آن قاعده آخر است تشهد به صلواتاش میخونیم، سلام میدیم، یعنی همین طرز گزاریدن همین نماز عید است. بعد از آن خطیب خطبه عید میخوانند، بعد وقت در حق از دیگر دعا میکنیم و از این فرصت استفاده دعا میکنیم که پروردگار همیشه در این کشور و در تمام دنیا صلح و ثبات پایدار باشد. رهبر دولت محترم جناب عالی محترم امام علی رحمان و اهل خانواده‌شان را به این روز سعید تبریک و تهنیت گفته برای ایشان در همه کارهای صلح و ثبات که دائم تلاش دارند موفقیت‌های نو به نو تنصیحاتی آرزومند هستیم. پروردگارا همین ما را همیشه به همین روز شادی برسان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.